هنوز اینجایی که یعنی هنوز میخوای عکاس فیلم بردار شی؟ اوکی دیگه، بریم یاد بدم. سلام، من تیردادم، اینجا هم تیرداد استودیو. به چنل من خیلی خوش اومدید. یه نکته همین اول بهتون بگم، من اینجا نمیخوام بهتون آموزش عکاسی یا فیلم برداری بدم، پس این عینکو میندازم کنار که فاز معلمی نگیرم. من اینجا میخوام بهتون یاد بدم که چجوری ازش پول در بیارید و تو این راه کسب درآمد خودتون رو داشته باشید. مسئله اول اینه که من 6 سال از یه جای خیلی معتبر مدرک بین‌المللی و 2 زبانه عکاسی دارم، ولی اصلا نمیدونم کجاست، چون تا حالا به دردم نخورده و جایی هم ازم نخواستن. شما هم توی ایران مدرک به دردتون نمیخوره اگه میخواید پول در بیارید. الکی درگیر کلاس‌های تئوری و آموزشگاه‌های مختلف نشید. هر کاری برای شروع نیاز به ابزار اولیه داره. توی ایران متاسفانه این ابزار اولیه عکاسی تقریبا گرونه. شما باید یه بودجه رو در نظر بگیرید، حالا یا به صورت آروم آروم اون بودجه رو تزریق کنید به کارتون، یا اینکه کلا یهو تجهیزاتتون رو بخرید و شروع به کار بکنید. راهایی که هست اینجوریه که شما میتونید یه جای دیگه کار بکنید، مثلا اول دوربینتون رو بخرید، بعد لنزتون رو بخرید، بعد لپتاپ یا سیستمی که می‌خواید رو بخرید. من خودم رفتم 2 سال یه جای دیگه کار کردم و تونستم پول دوربینمو در بیارم و شروع به کار کردم. ولی این 4 تا ابزاری که میگم لازمه کار ماست و اول اینو باید داشته باشید که بتونید شروع به کار کنید. اولیش دوربینه، دومیش لنز، سومیش کارت حافظه خوبه و چهارمیش سیستم یا لپتاپ یا کامپیوتریه که شما بتونید باهاش فایلاتون رو حالا به صورت خام یا ادیت شده با نرم افزار ادوبی خروجی بگیرید. اگه توی ایران میخوای از عکاسی و فیلم برداری پول در بیاری، باید پورتفولیو و نمونه کار خیلی قوی داشته باشی که یه ویدیو دیگه براتون میسازم و کامل راجع به این مسئله بهتون توضیح میدم که چجوری نمونه کار درست کنید که براتون مشتری بیاره و ازش بتونید درآمد داشته باشید. من الان فرض میکنم که شما نمونه کار قویتون رو جمع کردید و الان میخواید شروع به کسب و کار بکنید. عکاسی و فیلم برداری یه شغلیه که توش نمیتونی لیمیت بذاری برای درآمدت، یعنی ممکنه خیلی خیلی بتونی پول در بیاری و ممکنه اصلا نتونی پول در بیاری. ولی جذابیتش اینجاست که شما نمیدونی که چقدر میتونی در بیاری. همین که برات حد نمیذارن یعنی میتونی خیلی رشد کنی و انگیزتو بیشتر میکنه. راجع به تجهیزات اینو بهتون بگم که یه سری تجهیزات ضروری داریم و یه سری تجهیزات جانبی. تجهیزات ضروری همون 4 تایی که بهتون گفتم: دوربین، لنز، کارت حافظه قوی، لپتاپ یا سیستمی که بتونید باهاش فایلاتون رو انتقال بدید. هر چقدر کارت حافظه‌ای که استفاده میکنید سرعت بالاتری داشته باشه، مثلا موقع رکورد خیلی رکورد بهتری خواهید داشت، چون من از رم سرعت پایین استفاده کردم و دیدم که خروجی کارم چقدر بد شده. همون جوری هم با کارت حافظه سرعت بالا کار کردم و دیدم چقدر خروجی کارم بهتر شده. این کارت حافظه مسئله‌ای که خیلی‌ها بهتون نمیگن. مطمئن باشید که کارت حافظه‌ای که می‌خرید همونقدر هزینه‌ای که می‌کنید براتون بازخورد داره و به کیفیت کاراتون اضافه می‌کنه. حالا میرسیم به راهایی که شما میتونید از نمونه کارهایی که درست کردید پول در بیارید. اولین کاری که میتونید انجام بدید اینه که به صورت فریلنسری پورتفولیو و نمونه کاری که جمع کردید رو اشتراک بذارید با مردم. تا از شما توی فضای مجازی، حالا اینستاگرام، یوتیوب یا سایت‌های مختلف، نمونه کاری نباشه و پروفایلی از شما نباشه، نمیتونن مشتری‌ها با شما ارتباط بگیرن و درآمد داشته باشید. پس 100% توی بسترهای مختلف و اپلیکیشن‌ها و سایت‌های مختلف پورتفولیوتون رو ثبت کنید که بتونن با شما ارتباط بگیرن. وقتی که به صورت فریلنسری توی این سایت‌ها مشغول به کار بشید و ثبت پروفایل کنید، خیلی‌ها از جاهای مختلف میان توی اون سایت‌ها و پروژه‌های مختلفی دارن که حالا با توجه به پورتفولیوی شما با شما کانکت میشن و اگر از نمونه کار شما خوششون بیاد میتونن به شما پول بدن و شما پروژهشون رو انجام بدید. دومین راه همکاری با برندها و فروشگاه‌های مختلفه. شما مثلا میتونی به یک فروشگاه لباس بری و اونجا استخدام شی به صورت عکاس ثابت یا فیلمبردار ثابت، ولی خب بدی که داره اینه که شما با برندهای دیگه نمیتونی کار بکنی و به صورت دائم مشغول کار میشی توی همون فروشگاه و مجموعه. یکی از راههای دیگه که هست اینه که شما با توجه به همون نمونه کاری که توی بسترهای مختلف گذاشتی مشتری عکاسی شخصی میگیری. حالا مثلا اگه نمونه کار توی استریت استایل داشته باشی، یه کسی میخواد توی خیابون از خودش عکس بگیره، به شما مراجعه میکنه، شما میتونی حالا تعداد شاتای مثلا 10 تا 20 تا ازش عکس بگیرید و یه راه درآمدیه. این عکاسی شخصی یه زمانی خیلی رو بورس بود، هنوزم هست، فقط باید نمونه کار خیلی قوی داشته باشی. بهترین بسترم که میتونم بهتون معرفی کنم و بتونید داخل اون مشتری عکاسی شخصی بگیرید اینستاگرامه. یعنی کسی که بخواد عکاسی شخصی انجام بده قطعا دنبال عکاس توی بستر اینستاگرام میگرده، نه سایت های دیگه. بخش چهارم عکاسی و فیلمبرداری ودینگه که خیلی پردرآمده و خیلی گسترده است. شما باید نمونه کار قوی توی این سبک داشته باشید. این سبک شامل عروسی، مجالس، مهمونی‌ها و جشن‌های مختلفه که خیلی هم پردرآمده. تاکید میکنم
و افراد خیلی هنرمندی هم هستن و اگه شما میخواید توی این حوزه فعالیت کنید باید همونقدر بیشتر تلاش کنید و همونقدر نمونه کار خیلی خوبی داشته باشید. یکی از راههای دیگه عکاسی خبری و رویدادهاست. شما میتونید برید توی مجله‌های مختلف، میتونید برید توی شبکه‌های مختلف خبری و پیج‌های مختلف خبری استخدام شید و عکاسی و فیلمبرداریتون رو مربوط به همون هیته انجام بدید. من خودم توی روزنامه استخدام شده بودم و عکاسی از جلسات مدیرا و استانداری‌ها و شهرداری‌ها و اینا رو انجام میدادم. بخشی از که درآمدش خوبه ولی خب سختی کارش یه خورده زیاده. باید جابجاییتون خیلی زیاده، تعداد عکسایی که میگیرید خیلی زیاده و سوژه‌هاتون در حال حرف زدن و حرکت کردنن و وای نمیسن که شما ازشون عکس بگیرید. شما باید قدرت اینو داشته باشید که تو لحظه عکسای خوبی ضبط کنید که به درد اون مجله یا نشریه‌ای که باش کار میکنید بخوره. با رشد اینستاگرام توی دنیا و ساخته شدن پیج‌های مختلف، بازار عکاسی و فیلمبرداری برای تولید محتوای اینستاگرامی خیلی رونق گرفت. شما الان میتونید یکی از راههایی باشه که انتخاب میکنید. مثلا برای پیج‌های مختلف تولید محتوا انجام بدید، حالا ریلز، عکس، اسلایدی، استوری، قالب استوری، میتونید طراحی لوگو براشون انجام بدید، میتونید براشون تقویم محتوایی آماده کنید و خیلی کارهای مختلفی هست که میتونید توی این هیته انجام بدید. یه خوبی دیگه ای که داره اینه که پیج‌های اینستاگرامی خیلی زیادن و تقریبا هر برند یا بیزنسی برای خودش یه دونه پیج اینستاگرامو داره. این زیاد بودن مشتری توی این هیته باعث میشه که شما زودتر به درآمد برسید و یکی از مسائلی که میتونید خیلی بهش فکر کنید. یه راه دیگه ای که هست، میتونید شما خدمات ویرایش عکس و فیلم بدید. یعنی توی خونه‌تون نشستید پای سیستم، میتونید از بیرون عکاسا و فیلمبردارایی که حالا رکورد کردن یا عکس گرفتن میتونن کاراشونو به شما بدن که شما براشون ویرایش و ادیت انجام بدید. توی خدمات ویرایش عکس و فیلم شما هم مشتریاتون آدمایی که عکاس فیلمبردار نیستن و هم آدمایی که عکاس و فیلمبردارن. یعنی تو میتونی اینجوری با همکاراتم کلاب بزنی و براشون کار انجام بدی. درآمدش خیلی خوبه اگر حرفه‌ای و خفن انجامش بدی. یه خوبی دیگه ای که داره اینه که شما تو خونت نشستی و لازم نیست از خونه بیرون بری و نیازی نیست دوربین داشته باشی، نیازی نیست لنز داشته باشی و همین که سیستم خوب و ذهن خلاقی داشته باشی کارو در میاره. اما برای اینکه بتونی توی این هیتم پول در بیاری باید نمونه کارهای ویرایش عکس و فیلمتو توی یه بستری بذاری که مردم بتونن ببینن، حالا یا عکاس فیلمبردار یا آدمای دیگه بتونن ببینن که شما این خدماتو انجام میدی، بعد بیان سمتت. راه آخر اینه که شما کانال یوتیوب را بندازی، حالا به صورت اینکه آموزش بدی یا تولید محتوایی انجام بدی که بتونی ازش پول در بیاری. این راه آخر یه خورده ممکنه زمانی که مانیتایز شما میشی طولانی تر بشه، ولی به نظر من ارزششو داره. اگر نمیتونی تو فضای بیرون کار بکنی، میتونی توی خونه خودتون یا هر جا که هستی کانال یوتیوب بزنی و تولید محتوا رو توی این بستر ادامه بدی. مجموعه همه حرفای من نیاز داره به یک مطلب، اونم همون مطلبی که اولش گفتم، پورتفولیو و یا نمونه کار خیلی قوی. هر چقدر که شما نمونه کار جذابتری داشته باشید، هر چقدر که با برندهای مختلفی کار کرده باشید، هر چقدر که عکاسی و فیلمبرداری زیادی کرده باشید، همونقدر درآمدتون میتونه بیشتر بشه. اینکه شما عکاسی و فیلمبرداری خیلی زیادی کرده باشید و نمونه کار خیلی بالایی داشته باشید، دو تا پوینت براتون داره. پوینت اول اینه که شما انقدر این کارو انجام دادید توش حرفه‌ای‌تر میشید و دستتون بیشتر راه میفته و خلاقیت‌های بیشتری میتونید به خرج بدید. دومیش اینه که از هر سبکی و از هر قشری میتونید مشتری جذب کنید. مثلا اگه شما عکاسی ویدینگ انجام داده باشی، عکاسی خبری انجام داده باشی، عکاسی شخصی انجام داده باشی و همه اینا رو انجام داده باشی، از همش میتونی مشتری بگیری. هر چقدر که خودتو محدود کنی به یک سبک، خب 100% قشرهای دیگه نمیتونن به تو مراجعه کنن و باشون کار کنی. ولی یه خوبی دیگه هم که اون کار داره اینه که شما توی یک بخش خیلی حرفه‌ای میشی و توی یک بخش شناخته شده‌ای و بازار اون بخش رو میتونی کامل به دستت بگیری. دیگه هر جوری خوددانی، صلاحتون میدونی همون کارو برو بکن. این بخشایی که بهتون گفتم همشون درآمدزان، همشون نیاز به صحبت خیلی مفصلی داره. من سعی کردم که به صورت سرتیتر باهاتون صحبت کنم که یه تصویر براتون تو ذهنتون ایجاد کنم که چه راههایی دارید برای پول درآوردن. شما خودتون دیگه میتونید برید توی هر بخش جستجو کنید و سبک مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید. اگه میخوای یاد بگیری چه جوری پورتفولیوی خفن و نمونه کار قوی درست بکنی، حتما کانال رو سابسکرایب کن. تو ویدیوهای بعدی کامل راجبش توضیح میدم. راحت‌تر میتونی به درآمد برسی اگه اون ویدیو رو کامل ببینی. توی اون ویدیو بهتون نکته‌هایی رو میگم که به جای اینکه برید خیلی زمان بذارید روی کارهایی که اصلاً به دردتون نمیخوره، رو کارهای زمان بذارید که میتونید ازش پول در بیارید. تمرکز من توی این چنل و ویدیوهایی که میسازم
فقط و فقط راجع به پول درآوردن از این شغله و راجع به علم توی این شغل صحبت نمی‌کنم. خیلی از افرادی هستن که خیلی عالم‌تر از منن و خیلی همشون استادای منن، ولی خب من دوست دارم راجع به پول درآوردن توی این بخش صحبت کنم. مسئله امروز همه ماست. اگر می‌خواستید عکاس یا فیلمبردار خیلی خفنی بشید، حتما چنل‌های استادا رو نگاه بکنید، کامل توی اون مباحث حرفه‌ای شید که بتونید نمونه کار قوی جمع کنید و ازش پول در بیارید. مرسی که منو تماشا کردید. مرسی که زمان گذاشتید برای خودتون. این مسئله خیلی مهم‌تره. هر چقدر بیشتر برای خودت زمان بذاری، بقیه هم بیشتر برات زمان میذارن.